بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دانشجویان عزیز و تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر زندی و انجمن علمی میکروبیولوژی که حالا این فرصت رو ایجاد کردن که ما در خدمت شما باشیم. خدمتتون عرض کنم که من مسیری که شما الان دارید میرید من از سال 87 شروع کردم. یعنی سال 87 شاید خیلی از شما تو سن پایین بودید، حالا 5-6 ساله بودید. این مسیر رو شروع کردم و الان به یه جایی رسیدم که حالا میخوام براتون بیشتر خاطره تعریف کنم. حالا یه سری اسلایدم هست ولی میخوام از تجربیاتی که حالا تو این چند ساله تقریبا میشه 17 سال جمع کردم حالا یه مقداریشو در اختیارتون قرار بدم، با اینکه خیلی بیشتر از اینا میشه حرف زد. این فقط یک گوشه ای از در واقع این تجربیات هست. خدمتتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم در مورد آینده رشته زیست شناسی صحبت کنیم، گرایشات مختلفش رو در تحصیلات تکمیلی بهتون بگیم و فرصت‌های شغلی که هستش. حالا من بیشتر تمرکزم رو داخله ولی یه اشاره‌ای هم به خارج از کشور کردم. حالا کسایی که حالا دوست دارن که حالا در آینده اپلای کنن یا برن خارج از کشور، یه سری در واقع اطلاعاتی هم به اونها خواهیم داد. تحصیلات بند زیست شناسی سلولی مولکولی بوده، گرایش میکروبیولوژی. در کارشناسی ارشد نانو بیوتکنولوژی و دکترا هم نانو بیوتکنولوژی. گرایشات زیست شناسی در ایران این 5 دسته میشه، یعنی زیست فناوری، زیست سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، زیست شناسی جانوری و زیست شناسی گیاهی. اینها در مقطع کارشناسی هستش. تقریبا از این 5 دسته 135 واحد شما باید بگذرونید. تو این 135 واحد 20 واحدش که عمومیه، 115 واحد میمونه. 70 واحد مشترکه، 45 واحد تخصصی میمونه. تو هر گرایشی 45 واحد تخصصیه، 30 واحدش اجباریه. 30 واحدش اجباریه تو هر تخصصی، اما 15 واحدش اختیاریه. این 15 واحد شما میتونید مثلا گرایشات دیگه هم توش، مثلا یه سری تکنیک ها مربوط به گرایشات دیگه هست. مثلا میکروبیولوژی هستید، میتونید تو این درس های اختیاری تکنیک های مثلا سلول مولکولی هم یاد بگیرید. پس این در واقع این دروس 15 واحد اختیاری توصیه میشه که حتما پاس بشه. از نظر بازار کار بررسی که شده، بهترین بازار کار رو من به ترتیب آوردم تو گرایشات تحصیلات تکمیلی. بهترین بازار کار مربوط به زیست فناوری فعلا تو کشور ما. زیست شناسی سلول مولکولی، میکروبیولوژی و زیست جانوری هم در رده‌های بعدی هستند که تقریباً با هم بازار کارشون برابره. چرا برابره؟ چون تکنیکاش تقریباً مشترک و برابره. و زیست گیاهی که در واقع در رده آخره و خیلی اقبال توش نیست. خب من شروع کردم از زیست فناوری، گرایشات ارشدش رو شروع کردم گفتم، بعد سلولی و بعد میکروبیولوژی به ترتیب. خدمتون عرض کنم که بهترین گرایش زیست شناسی همینطور که خدمتون عرض کردم زیست فناوریه. حالا 6 تا گرایش داره تو ارشد که ما از زیست فناوری میکروبی شروع میکنیم. اینا هم همه با هم همپوشانی داره، یعنی کسی زیست فناوری میکروبی کار میکنه هیچ تضادی با مثلا سلولی مولکولی نداره. یعنی تو گرایشات ارشد شما ممکنه میکروبیولوژی باشید ولی
سلولی کار کنید، یا سلولی باشه میکروبی کار کنه، یا ژنتیک باشه به فرض مثال ولی بیاد رو ژن باکتری کار کنه. اصلا هیچ، یعنی همپوشانی که اینا دارن تا 90% هستش. من سعی کردم یه سوالی هم برای تکمیل بحثام تو هر اسلایدی بیارم که حالا سعی کنیم که دو طرفه باشه بحث. خدمتتون عرض کنم که بیوتکنولوژی میکروبی میره تو حیطه استفاده از میکروارگانیسم ها برای تولید آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها، حلال ها و سوخت های زیستی و پاکسازی آلودگی های. در واقع این تعریف کلی رشته هستش، ولی میدونید که کارهای بزرگی با همین رشته میشه انجام داد. مثلا ما 66 میلیون لیتر تولید الکل بیوئتانول کشورمونه که اینها کارخونه هاش در کرمانشاه، خوزستان، شیراز، اصفهان، مشهد و تهران وجود داره و اینها در واقع مدیون زیست فناوری میکروبی هستش. حالا سوالی که هست اینه که انسولین توسط چه باکتریایی تولید میشه؟ حالا هر کس میتونه، به خاطر که بحث دو طرفه باشه من یه سری سوال در هر اسلاید دارم. ایکولای، بله، ایکولای به صورت نوترکیب تولید میشه و ما تو دوره کارشناسی خودمون پنیسیلین تولید کردیم. حالا اینجا گفته آنتی بیوتیک، تو دوره کارشناسی پنیسیلین تولید کردیم با استفاده از قارچ و الان واکسن هپاتیت ب هم به این شیوه تولید میشه. یه سری مکمل ها هست شما تو داروخونه ها میبینید، ویتامین B2، B12، اینا توسط همین بیوتکنولوژی میکروبی تولید میشه و یه رشته کاملا پرطرفداره و رشته بعدی زیست فناوری پزشکی که شما برای خوندنی باید برید وزارت بهداشت امتحان بدید. اینم بگم که سعی کنید وزارت بهداشت برای تحصیلات تکمیلی امتحان بدید بهتره و وضعیت شغلیش تو وزارت بهداشت کلا بهتره، چون آزمون‌های استخدامی مرتبی داره هر سال و اهمیت میده به همه در واقع رشته‌هایی که وجود داره. ولی وزارت علوم متاسفانه مقدار در واقع درهم برهمه. زیست فناوری پزشکی هم تمرکزش بر تولید واکسن، داروهای نوترکیب و کیت‌های تشخیصی، توسعه روش‌های ژن درمانی و سلول‌های بنیادی. 2 شرکت تو ایران هستن تو این زمینه خیلی فعالن، یکی سیناژن و یکی هم آریوژن. سیناژن صادراتش فقط سالی 3 میلیارد دلار هست. شرکت خیلی بزرگیه و جاییه که شما میتونید در تحصیل، برای ادامه تحصیل و شغل بهش فکر کنید. خب سوالی که دارم اینه که دستگاه تشخیصی در بیوتکنولوژی پزشکی نام ببرید. حالا از محصولات هم بگیم دیگه، بگیم این محصول فلان رشته است. همین گلوکومتری که ما داریم گلوکوز خون رو اندازه میگیریم، اون یه محصول بیوتکنولوژی پزشکی که الان تو همه تجهیزات پزشکی ها هم وجود داره. دیگه دستگاه اندازه‌گیری اکسیژن هست، اینها همه مدیون بیوتکنولوژی پزشکی است. زیست فناوری کشاورزی، این هم رشته مهمیه، حالا تو ایران خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، اما 100 میلیارد دلار بازار این رشته هستش و بیشتر هم روی تو جهان روی گیاهان تراریخته کار میشه، روی کشت بافت کار میشه، توسعه کوتاه آفتکش‌های زیستی و بهبود محصولات زراعی. ما یه استاد داشتیم تو این رشته سال 94-95 بود که با 5 میلیون تومان یه شرکت تأسیس کرد تو کرمانشاه. یه دستگاه PCR گذاشت و یه الایزا و یه سری دستگاه خیلی معمولی آزمایشگاهی. از سال 95 شروع کرد. سال 1400 که من دیدمش
فقط 30 میلیارد فقط میگفت ما بذر خریدیم. یعنی اینقدر رشد کرده بود تو این رشته، چون خیلی از تولید بذرها وابسته به این رشته است. حالا گوشت مصنوعی چیه؟ چون غذای در واقع 10 میلیارد انسان تا سال 2050 وابسته به زیست فناوری کشاورزیه. می‌خواستم ازتون بپرسم گوشت مصنوعی اطلاع دارید که چی هست؟ بله، کشت سلولی ماهیچه است، سلولای بنیادیه و این رو تو آزمایشگاه کشتش میدن و به عنوان غذاییه که در آینده در واقع عرضه خواهد شد. زیست فناوری محیط زیست و دریایی، این هم از موجودات زنده عمدتاً میکروب و جلگه‌بک برای پاکسازی محیط استفاده میکنه، برای تصفیه فاضلاب و استخراج ترکیبات با ارزش از منابع دریایی. خب بیوپلاستیک، میدونید چیه بیوپلاستیک؟ بله، بیوپلاستیک در واقع یه سری پلاستیک‌ها هستن که تجزیه پذیرن. اینها در آینده جایگزین این پلی اتیلن هایی میشه که ما داریم استفاده میکنیم و اینها رو هم در تولیدش به در واقع زیست فناوری محیط زیست وابسته استش، هم اینها رو در معرض یه سری میکروارگانیسم ها قرار میدن، این پلاستیک ها رو که تجزیه بشن در طبیعت. خدمتتون عرض کنم که ما تو دوره کارشناسی ارشدم دعوت شدیم به یه شرکتی توی اصفهان که تو اون شرکت باکتری می اومدن نفت رو با استفاده از باکتری تجزیه میکردن. یعنی چاهای استخراج نفتی که داخل دریا هستن، اینها رو یه سری باکتری ها توانایی دارن که اینها رو تجزیه کنن و پتروشیمی و شرکت نفتم جاییه که در آینده فرصت‌های شغلی مناسبی برای رشته زیست فناوری محیط زیست هستش. زیست فناوری صنعتی هم مشابه سایر گرایشاته، اما بیشتر تأکیدش بر فرآورده‌های تخمیره در مقیاس صنعتی و پایدارسازی آنزیم‌ها و طراحی بیورآکتورها. تو میکروبیولوژی به بیورآکتور چی میگن؟ فرمانتور هم بهش میگن. حالا چیزی که خوندید، کارهای صنعتی بیشتر تأمین نیاز میکنه برای سایر صنایع. مثلا ما یه استادی داشتیم تو کرمانشاه، هیالورونیک اسید تولید میکرد برای صنایع آرایشی بهداشتی با استفاده از میکروب‌ها. حالا بیودیزل چی هستش؟ این هم محصول بیوتکنولوژی در واقع صنعتی هست. بیودیزل بیودیزل هم در واقع میان یه سری روغن‌های گیاهی، مثلا روغن همین فلافلایی که میخورید، اینا رو جمع آوری میکنن، محصولات چربی‌های حیوانی اینها رو با در واقع گازوئیل ترکیب میکنن و به عنوان سوخت استفاده میشه و در نهایت هم این دوباره باقی میمونه. یه رشته هم جدیداً اضافه شده، فرآورده‌های زیست فناوریه. این رشته هم بر جنبه‌های فرآوری خالص‌سازی و کنترل کیفیت و استانداردسازی محصولات نهایی در واقع تمرکز داره، مثل دارو، واکسن و غیره. شما میدونید دارو باید 99% خالص باشه. 99.9% داروی بیوتکنولوژی مثلا همین انسولین باید خالص باشه. این مقرون به این هست که خیلی فرایند خالص‌سازی و تخلیصش خیلی دقیق باشه. مثلا شکلی که اینجا ملاحظه میکنید چی هست؟ در واقع روش جداسازی پروتئینه که از در واقع نور استفاده کرده. با تابش نور کنفرماسیون پروتئین تغییر میکنه و باعث میشه به ستون متصل بشه.
حالا یه باکتری هستش که برای بهبود سلامت کودکان به صورت ساشه در داروخانه ها موجوده. اون در واقع باکتری چی هست؟ اینها در واقع محصولات این رشته است که من خدمتتون دارم عرض میکنم و تو ایران هم هست. کسی شنیده اسم باکتریشو؟ باسیلوس کوآگولانس. در واقع برای بهبود عملکرد روده همین الان برید هر داروخونه‌ای به صورت بسته‌بندی شده وجود داره. یه سری گرایشات نوظهور و تخصصی تر داریم تو مقاطع ارشد و دکترا. اینها رو بیشتر برای کسایی که میخوان برن خارج از کشور ادامه تحصیل بدن، اینا براشون مفیدتره. یکیش بیوانفورماتیکه. نمیدونم والا بیوانفورماتیک حتما دارید دیگه بادشون. استفاده از علم کامپیوتر و آمار برای تحلیل داده‌های زیستی، ژنومیک و پروتئومیکسه. این در واقع ترکیبی از علوم کامپیوتر، شیمی، بیوتکنولوژی، بیولوژی، علم آمار و ریاضی و مهندسی هستش. بیوانفورماتیک جزء علوم بین رشته‌ایه و قرن جدیدم میگن علم دنیای بین رشته‌ای. کسایی که میخوان در واقع تحصیلات تکمیلی رو ادامه بدن، خیلی در لبه علم کار کنن، باید وارد اینجور رشته ها بشن، بین رشته ها در واقع، و اونایی که دوست دارن تو کارهای تیمی کار کنن. بیوانفورماتیک از اون رشته هست. حالا پرسونالایز مدیسین چیه؟ اگه کسی شنیده در مورد این؟ شخصی سازی شده است. بله، میان بر اساس اون در واقع ژن فرد دارو بهش تجویز میشه یا عملیات درمانی طبق اون انجام میشه. تا چند سال قبل میومدن سلول‌ها، الان رایجه دیگه تو مراکز تحقیقاتی، میان سلولای هلا رو کشت میدن، سلولای سرطانی هلا یا حالا هر عضوی دیگه، پاساژش میدن، کشتش میدن، ولی تو این روش میان سلول‌های سرطانی خود فرد بیمار رو کشت میدن، داروهای مختلف رو روش تست میکنن و بهترین دارویی که جواب بده رو بهش تجویز میکنن. میشه بازار کارش هم بگید یا اینکه کجا هم میتونیم کار کنیم؟ بله میگم بهتون چشم. رشته بعدی که بین رشته نانو بیوتکنولوژی هستش، رشته خود بنده نانو بیوتکنولوژیه. ترکیب فناوری نانو با زیست فناوری برای ساخت زیستگرهای حسی، سیستم‌های هوشمند دارونرسانی و نانو مواد، که ترکیب چند تا به این رشته است، مثل زیست شناسی، مثل شیمی و بیولوژی. این پایان نامه خود بنده توی این حوزه بود، یعنی پچ‌های پوستی. پچ پوستی چیه؟ پچ پوستی جایگزین تزریقه. یعنی شما به جایی که یک سوزن رو استفاده کنید که دردآوره، میاد از سوزن‌های ریزتر استفاده میکنید که به عصب‌های درد در پوست نمیرسه، اونو متصل میکنید به سطح پوستتون و دارو شروع میکنه با جذب مایع بین بافتی آزاد شده. این بهش میگن پچ پوستی که انواع مختلفی داره و ما رو اولین پایان نامه‌ای بودیم تو ایران که رو پچ پوستی کار کردیم و رو میکرونیدل ها. کار دراگ دلیوری، نمیدونم شنیدید یا نه چیه، دارو رسانی یک در واقع رشته جدیده یا حوزه جدیده که میاد روی رسانش دارو کار میکنه. یعنی شما میتونید تو بخش تحقیقات و توسعه داروسازی ها تو این رشته فعالیت کنید. مثلا تومور یه ویژگی داره که میشه دارو رو تجمع داد در محل تومور و از عوارض جانبی در واقع داروهای شیمیایی جلوگیری کرد. چه ویژگی مثلا تومور داره که میشه دارو رو تجمع داد در تومور؟ این یکیش از پی اچش 6 هست که میشه پلیمر حساس به پی اچ استفاده کرد و دارو رو در داخل این پلیمر کوت کرد و
به محل رسوند. یا مثلا 2% داروها وارد مغز میشن فقط. ما میتونیم داروها رو طوری مهندسی کنیم که وارد مغز بشن برای بیماری‌های مثل پارکینسون، آلزایمر و MS و غیره. مثلا میشه از روش استنشاقی استفاده کرد برای رسوندن دارو به مغز. این کارهاییه که میشه در رشته نانو بیوتکنولوژی کرد. یا میان دارو رو کندرهش میکنن. چرا کندرهش بشه؟ به خاطر اینکه دوز مصرفش کمتر بشه. شما 3 تا دارو در روز استفاده میکنید، این بشه 1 در روز. این از محصولات نانو بیوتکنولوژی در داروخانه ها کسی دیده میتونه مثال بزنه؟ مثلا تا چند سال پیش قرص شربت آهن بود که میدادن به بچه‌ها. شربت آهن میومد دندون‌ها رو سیاه میکرد. یه محصولی جدیداً وارد شد به نام لیپوزوفر که میومد آهن رو توی لیپوزوم قرار میداد. این لیپوزوم میرفت داخل معده آزاد میشد و داخل دهان آزاد نمیشد که دندون‌ها رو خراب کنه. یا خیلیاتون قرص خوردید روش نوشته کندرهش. اینا محصول همین نانو بیوتکنولوژی هستش، از محصولات دارورسانیه. یا یه رشته جدیداً تو دانشگاه تهران تأسیس شده به نام زیست الهام. این دقیقاً استادای ما اومدن، همین استادای نانو بیوتکنولوژی اومدن آوردن تو دانشگاه تهران. خیلی هم کسی وارد این رشته میشه باید خودش تلاش کنه بنیانگذار این رشته بشه، چون اصلا رشتهش هیچ کس نیست. الان استادا همه رشته‌های دیگه همینجوری دل بخواهی اومدن این رشته رو آوردن، ولی تو دانشگاه تهران دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته این رو داره. این رشته چیه؟ باید شما کاری که انجام میدید در پایان نامتون باید از طبیعت الهام گرفته باشید. حالا سوالی که اینجا کردم گفتم تولید چسبای سیلیکونی با تقلید از کدام جاندار تولید شده؟ کسی میدونه؟ مارمولک، از پاهای مارمولک استفاده کرد. دیگه زیست فناوری داروییه. زیست فناوری دارویی هم بسیار رشته پولسازیه. اینو باید برید در وزارت بهداشت ادامه تحصیل بدید و کسایی که رشتهشون پزشکیه میرن تو PhD تو این رشته تحصیل میکنن. ببینید شما هم یعنی میتونید آیندهتون با آینده اون که رفته پزشکی خونده تو دانشگاه تهران یکی بشه. انقدر این رشته زیست شناسی اهمیت داره که در واقع توی نقطه به هم میرسه. یکی از کاربردهای زیست فناوری کارتی سل تراپی هستش. کی میدونه کارتی تراپی چیه؟ کارتی سل تراپی چیه؟ یه گیرنده‌ای هستش روی کاره اسمشون، یه گیرنده‌ای هستش روی سلول‌های در واقع بیانش میکنن روی سلول‌های تی، لنفوسیت تی، و این میره به سمت در واقع سلول‌های سرطانی بدن. این روش جدیده برای درمان سرطان. توی جهان گرایشات مختلف زیست فناوری با رنگ در واقع نامگذاری میکنن. مثلا نوتریشن به صورت زرد میگن زیست فناوری زرد، روی مواد غذایی. قرمز روی بهداشت، صنعتیش سفیده. اونایی که روی نظامی، بحث نظامی مشکی هستش، خاکستری مربوط محیط زیست، زرشکی یا قهوه‌ایش روی بیابان، آبیش رو دریاییه و بیوانفورماتیکش طلاییه و اون بحث حقوقیه، بحث رنگ بنفشه. اما گرایش‌های نوین در جهان که شما میتونید در خارج از کشور واردش بشید، سنتتیک بیولوژی یکیشه که طراحی و ساخت سیستم‌های زیستی کاملا جدیده. این رو باید خودتون بسازید، سیستم زیستی، مثلا خودتون سلول بسازید. مثلا آدم یاد ویروس کرونا میفته که میگن سنتزی بود. این مثلا از محصولات این رشته سنتتیک بیولوژی. حالا سوالی هست اینه که از چه مولکول زیستی میتوان در ذخیره اطلاعات استفاده کرد به نظر شما؟
از DNA میشه استفاده کرد برای ذخیره اطلاعات. الان دارن روی این کار میکنن که از DNA استفاده کنن. یکی از محصولات سنتتیک بیولوژی یه الیافیه که اومدن شبیه سازیش کردن از تار عنکبوت. در واقع اون اپیدرم لایه تار عنکبوت اومدن با استفاده از باکتری تولید کردن. دیدن دو تا پروتئینه که این میاد اینها رو به هم متصل میکنه، دو تا آمینو اسید میاد به هم متصلش میکنه توی لوله باریک. اومدن اینو با استفاده از باکتری تولید کردن و یه الیاف سبک ولی با مقاومت 7 برابر بیشتر از فولاد ایجاد کردن. زیست فناوری پزشکی شخصی شده یا پرسونالایز مدیسین که خدمتتون عرض کردم، اینم طراحی دارو بر اساس پروفایل ژنتیکی هر فرد. حالا اینم میتونید در خارج از کشور یا حالا شاید در آینده در ایران هم وارد بشه، اینو ادامه تحصیل بدید. حالا فایده این چیه اصلا؟ فایده این طبق شکل فایده پرسونالایز مدیسین چیه؟ بله. خیلی مثلا بازدیدهای کمتری داره، سریع‌تر ممکنه جواب بده. بله درست. سیل نرفته سلولای دیگه‌اش. بله. بله شما بعضن تو بخواید برید دکتر برای بیماری، ممکنه بیماری قلب مثلا داشته باشید، چند تا دارو رو شما تجویز بشه تا آخرش یکی جواب بده، ولی اینجا از اول بررسی میشه که چه دارویی رو شما مؤثرتر هست و اینجوری میشه از عوارضش جلوگیری کرد و حتی همچنین میشه دوز مورد نظر رو تجویز کرد. یه رشته دیگه اپتوژنتیکه، استفاده از سلولهای نور برای کنترل سلولهای خاصه. این جزء رشته علوم اعصابه. این رو میان یه سری سلول ها رو تو مغز تحریک میکنن با استفاده از نور. شما میدونید که شنیدید که میگن شبها با چراغ خواب نخوابید دیگه، چون یه سری سلول های مغزی فعال میشن. مثلا میان با نور آبی یه سری سلول ها رو فعال میکنن، با نور سبز میان یه سری سلول ها رو خاموش میکنن با استفاده از سلول ها. این هم یکی از گرایشاتیه که شما میتونید ادامه تحصیل بدید. نتیجه از این قسمت این بود که اینا خیلی رشته با هم پوشانی داره. در واقع شما میتونید وارد مثلا یه پروتئین دارویی رو طراحی کنید با استفاده از بیوتکنولوژی قرمز یا بحث بیوتکنولوژی پزشکی، بعد بیاید از این میکروارگانیسم مهندسی شده از استفاده کنید، خب از میکروبیولوژی صنعتی، و میتونید داده هاتون رو با استفاده از بیوانفرماتیک تحلیل کنید. بنابراین این هم پوشانی بین گرایشات مختلف هستش. خب خدمت شما عرض کنم که گرایشات سلولی مولکولی رو حالا بگیم. سلولی مولکولی تو ایران یک گرایش سلولی مولکولی همین علوم پایه داره که بیشتر روی ساختار عملکرد سلول و اندامک‌ها و اینا تمرکز داره. چرخه سلولی اینها مهم اینه که شما تکنیکاشو یاد بگیرید. شما اگه تکنیک‌ها رو بلد باشید، PCR رو بلد باشید، الایزا رو بلد باشید، تو هر زمینه میتونید شغل پیدا کنید. زیست شناسی سلول مولکولی هم پایشه. مهمترین تکنیک ها چیه؟ حالا چند تا تکنیک هم شما بگید که ما باید تو زیست شناسی سلول مولکولی حتما یاد بگیریم برای آینده شغلمون. کشت سلولی و بافت یک تکنیک خیلی مهم هست. حالا نمیدونم اینجا دارید یا نه. کشت سلولی خیلی مهمه. کشت سلول های جانوری یه تکنیک خیلی پرکار برده، هر جا برید لازمتون میشه. یعنی هر جای هم چه ایران باشید چه هر جای دنیا کشت سلولی باید بلد باشید. کشت بافت مهمه. تکنیک های مثل PCR، وسترن بلات خیلی مهمه، الایزا و میکروسکوپ های کنفوکال و الکترونی. گرایش ژنتیک هم دقیقاً مثل گرایشات سلولی هیچ فرقی نمیکنه، فقط بیشتر رو ژن تمرکزش، رو ژن شما به خاطر اسم رشته محدودید رو ژن، باید رو ژن کار کنید.
حالا یک مولکولی پیدا شد که یه تحولی در ژنتیک ایجاد کرد، کرایسپر کس 9. میدونید این مولکول چیه؟ این مولکول در واقع یک مولکولیه که تو باکتری برای مبارزه با ویروس ها عمل میکرد. یه نوع قیچی مولکولیه، میاد ژن ویروس رو میبره. این رو اومدن استفاده کردن برای ژن درمانی. یه بیماری که توسط این روش درمان شده گلوبول قرمز داسی شکله که میاد در واقع ژن معیوب رو میبره و ژن سالم رو جایگزینش میکنه. یه رشته‌ای که خیلی بازار کارش تقریباً بهتره تو ایران نسبت به بقیه رشته‌ها بیوشیمی هستش. بیوشیمی همونجوری که میدونید تو همه شهرها ما آزمایشگاه تشخیص طبی داریم و رشته بیوشیمی که بهترین رشته‌ها برای ادامه تحصیل تو مقطع ارشد، چون بازار کارش واقعاً بهتره نسبت به رشته‌های دیگه. منتها کسی اگه میخواد وارد بیوشیمی بشه سعی کنه یه دوره بالینی هم بره، یعنی میکروبیولوژی که حالا خوندید یا سلولی مولکولی، یه دوره مثلا تزریقات و اینا هم بلد باشید، خونگیری، که یه رشته مناسبیه برای شغل. در بدن تعداد واکنش‌های بیوشیمیایی در ثانیه چقدر هست؟ چه تعداد هست؟ یک میلیون واکنش در ثانیه واکنش‌های بیوشیمیایی بدن هست. رشته بعدی میکروبیولوژی توی گرایش سلولی. اگرچه خودش یه رشته جداست اما یک گرایش هم هستش دیگه. شما میتونید رو باکتری، ویروس، قارچ و میکروارگانیسم ها کار کنید. مثلا سنتز سبز کسی شنیده چیه؟ اینا روش‌های مدرنیه که شما ممکنه باش مواجه بشید. سنتز سبز یه روشیه برای ساختن نانوذرات فلزی. نانوذره فلزی چیه؟ نانوذره فلزی در واقع مس، طلا، آهن، هر چی که به صورت پودره اگه به صورت کلوخه در بیاد در حد نانومتر میشه نانوذره. کاربردهای بسیاری داره، از نظامی گرفته تا صنعتی تا سنسورها. اینها توسط باکتری ساخته میشه، یعنی پودر اون فلز رو Fe مثلا FeSO4 میدن به باکتری شروع میکنه تبدیلش میکنه به نانوذره یا نانومیله درست میکنه باکتری با استفاده از سنتز سبز. این رشته رو میخونه کجا میتونه کار کنه؟ اینها رو الان شما سرچ کنید تو اینترنت سرچ کنید، نوشته فروش نانوذرات اکسید آهن، فروش نانوذرات اکسید روی. اینا رو میفروشن، اینا رو با سایر صنایع مثلا باید بفروشید. یا اکسید نانوذره یا اکسید آلومینیوم تو سوخت موشک ها استفاده میشه، شما میفروشیدش به صنایع نظامی. منظورش اینه که کجا باید بریم کار حالا در مورد کار میگم چیه. کار اصلا بحث اینه که بریم جایی کار کنیم، روی این قضیه خیلی نباید فکر کنید. اینکه چه کاری انجام بدیم، چه خدماتی بدیم، بیشتر باید به این فکر. گرایشات تخصصی زیست شناسی تو مقطع دکترا هم اینا هست: ژنتیک مولکولی، سلولای بنیادی و پزشکی بازساختی، بیوتکنولوژی مولکولی، علوم اعصاب مولکولی، ایمونولوژی مولکولی، بیوانفورماتیک و ژنومیک، پروتومیکس و انکوژنتیک. در جهان رشته به نام سلولار مالیکولار بیولوژی نداریم، یعنی به این عنوان نیستش. شما مستقیما میرید توی زمینه‌ای که دوست دارید، میرید تو اون زمینه فعالیت میکنید. مثلا یه استادی میگه من دوست دارم روی مثلا سرطان کار کنم، سرطان لوزالمعده، شما میرید تو اون زمینه کار میکنید. یک بیس بیولوژی هم داشته باشید کافی. تو جهان گرایشات زیست سلولی مولکولی مختلفه، مثلا بیولوژی سرطان اسمش ژنتیک، ژنومیک، سلولای بنیادی، ایمونولوژی مولکولی، عصب شناسی، ساختار و عملکرد پروتئین، پروتومیکس، بیولوژی سلولی، بیوانفورماتیک،
بیولوژی بیماری‌های عفونی. خب همینجور که گفتم تو جهان اینجوریه. ایران محدودت میکنه به رشته، بری تو رشته کار کنی، مثلا برو زیست بخون، برو سلولی بخون، میکروب بخون، ولی اونجا میگن چه زمینه‌ای تحقیقاتی دوست داری کار کنی. یا استادی باید شما پیدا کنید که تو زمینه‌ای که دوست دارید شما کار کنید باش مشق بشید و شروع کنید اون رشته رو ادامه تحصیل. الان کشور ما بیشتر داره خدمات محوره، یعنی اکثر شغلایی که داریم به خدمت ارائه میدیم و این مبلغ میگیریم و الان ما این رشته‌ای که داریم از دو بود میتونیم به درآمد برسیم. یکیش هم خدمات محور، یکیش هم تحقیقات محور که تحقیقات محور داخل کشور ما خیلی کمتره. امکانش هست یه توضیح بدید که ما کدوم یک از این مسیرها رو بریم برامون بهتره و اون پیشرفتی که مد نظرمون هست رو میتونیم داشته. درسته. من تو اسلاید آخر اینا رو آوردم، اگه تحمل کنی تو اسلاید آخر میرسیم بهش. آره ببینید اگه بخواید یه جایی کار کنید کارمند بشه، حالا اشاره کنم با همین لیسانس میکروبیولوژی میشه. بخواید برید مثلا تو زمینه تحقیقاتی که گفتید تا ارشد کافیه، تو ارشد واقعا کافیه. دکترا تقریبا بیفایده است. تو چیزی که حالا من تست کردم تو دکترا خوندن بیفایده. تو ارشد هر کدوم از این رشته ها برید شما آماده میشید وارد بازار کار بشید. چه حالا شغل خدماتی بشه فرقی نمیکنه با کارشناسی یا کارشناسی ارشد، فرقی نمیکنه اون استخدامیایی که وزارت بهداشت داره یا وزارت یا همین سازمان امور استخدامی داره، بین لیسانس و فوق لیسانس فرقی نمیکنه. فقط بخواید وارد زمینه تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان بشید کارشناسی ارشد کافی. ما راجع به همین رشته اصلا طرف کردیم. اکثر جایی که ما میتونیم بریم سر کار حقوقش بین 15 تا 30 میلیون تومان. بله. یعنی بیشتر از این هیچ جایی وجود نداره که مثلا درآمد بیشتر. تنها راهش اینه که بریم داخل صنایع آزمایش کنیم که بتونیم اون دستگاه و مواد اولیه‌اش رو تولید. شما برای شغل اصلا به بخش دولتی فکر نکنید. برای شغل به بخش خصوصی فکر کنید. الان یه سیاستی گذاشته شده یه چند سالیه هر شرکت مواد غذایی بخواد را بیفته مسئول فنی باید معرفی کنه. برید شما میدان قائم سازمان غذا و دارو، اونجا تعداد زیادی شرکت صنایع غذایی هست که تو شرکت صنعتی بهاران و شرکت صنایع غذایی بهار وجود داره، صنایع غذایی و همینشون شرکت صنعتی بوعلی، همه اونها اجباراً باید یه مسئول فنی داشته باشه. من خودم مسئول فنی میشناسم که قد دانشیار دانشگاه حقوقشه، چون همه نبض شرکت ها همه دست مسئول فنیه. مسئول فنیه که همه کار است توی هر کارخونه‌ای. یعنی شما بخواید به هر اداره‌ای جواب بدید مسئول فنی، حتی ما از مدیر عامل هم از مدیر عامل کسی سوالی نمیکنه ولی مسئول فنی اونجا مسئولیت داره و باید پاسخگو باشه. از خرید مواد اولیه تا فروش تا برچسب گذاری محصول همه توسط مسئول فنی انجام میشه. یکم اداره استاندارد کنترل، مسئول کنترل کیفیت. شما میتونید هم مسئول فنی بشید هم مسئول کنترل کیفیت. میرید اداره استاندارد طبقه اول، اونجا مسئول کنترل کیفی اجباریه برای هر سازمان خصوصی که محصولی تولید میکنه و تو صنایع غذایی شما میکروبیولوژیستا باید وارد بشید. خب اینجا هم گفتم یه بیماری عفونی نام ببرید که توسط لبنیات منتقل میشه. حالا لبنیاتش جا افتاده. تب مالت. این تب مالت هم آزمایشگاه تخصصی داره که فقط میکروبیولوژیستا رو استخدام میکنه. خب میکروبیولوژی مواد غذایی تمرکزش بر نقش میکروارگانیسم‌ها در تولید، نگهداری و فساد مواد غذایی. خب SCP چیه؟ اینه که میکروبیولوژیستا باید بلد باشن دیگه.
تولید پروتئین تک سلولیه. در واقع این در آینده راه حل بحران غذاییه. یه سری مخمرهای سیف هستن که در آینده جایگزین غذا خواهند شد. پروتئین تک سلول. میکروبیولوژی محیط هم این هم رشته خیلی خوبیه، مخصوصا تو صنایع نفت و پتروشیمی. اگه بتونید وارد شید، برای مثلا ما رو تو دوره ارشد بردن یه تصفیه خونه ای که پیشرفته ترین تصفیه خونه بود توی ایران و از چه روشی استفاده میکرد؟ از میکروب های هوازی استفاده میکرد. بعد یه سری پمپ ها گذاشته بودن از زیر این استخرهای تصفیه که حباب هوا میداد برای میکروب های هوازی و این شروع میکردن فاضلاب رو تصفیه کردن و آبی که نتیجه اون تصفیه بود اصلا میشد خوردش. کل مزارع عالی زیر دست این در واقع وجود داشت و به نظرم یک زمینه فوق‌العاده تو محیط زیست میشه از میکروبیولوژی استفاده کرد. حالا نمیدونم بازدید تصفیه فاضلاب دارین شما تو میکروبیولوژی یا نه، یا شما رو میبرن؟ خیلی جالبه، اگه بتونید برید. یکی از جاهایی که میشه کار کرد تو تصفیه خونه‌های فاضلابه. حالا سوالی که مطرح کردیم اینه که در همدان چگونه میتونیم باکتری تجزیه کننده نفت رو استخراج کنیم؟ ما جایی که تحصیل کرده بودیم همینو از ما خواستن، گفتن که شما برید باکتری تولید تجزیه کننده نفت رو خالص کنید. ما به نظرتون چه کار کردیم؟ چون خوزستان هم نبودیم که بریم از چاهای نفت نمونه بیاریم. ما رفتیم از چاله پمپ بنزین و این در واقع آپاراتیا و اینا، از چاله اونا نمونه خاک آوردیم و تونستیم باکتریای تجزیه کننده نفت رو اونجا استخراج کنیم و خالص سازی کنیم. خب باکتری استخراج کننده نفت رو کی میتونه نام ببره؟ تجزیه کننده نفت رو آلکان ویروکس اسمش هست. حالا جا آره آیروژینوزان بعضی از گونه هاش هستن، ولی گونه که خیلی رایجه آلکانو ویروکسه. گرایشاتش توی جهان هم خیلی ریزتره: ویروس شناسی، باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمونولوژی میکروبی، میکروبیوم شناسی، میکروبیولوژی تکاملی، مولکولی، ژئوشیمیایی و دریایی. حالا اون بحثی که دوست دارید اینجا دیگه وارد اون بحث میشیم. ببینید شما گرایشات مختلف بهتون گفتم، محصولات گفتم تو خیلی زمینه ها میشه کار کرد، نیاز به سرمایه گذاری هستش. استرالیا 50% بودجهش رو میخواد با بیوتکنولوژی تامین کنه، یعنی نیازمند یه سری اینجور رشته است. منتها تو کشور ما اهمیت داده نمیشه متاسفانه. این آزمون استخدامی وزارت بهداشتی، میکروبیولوژی، کارآزمای آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی سلامت. یه نفر مثلا میخواد شما باید بقیه رشته مثل انگل شناسی، بیوشیمی هم رقیب شما هست. سلول مولکولی و میکروبیولوژی هم در واقع اومدن زحمت کشیدن وارد کردن جدیدن. کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی. ببینید چند نفر باید آزمون بدن تا یه نفر میخواد تون زمینه. یا کارشناس امور پژوهشی، یه نفر میخواد. از انواع و اقسام رشته ها هم در واقع هست. یه چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که تو این آزمون استخدامی کارشناسی ارشد دکترا خیلی فرق نمیکنه، هر سه تا رو میخواد. یعنی شما
اینجور نیست که ببینید تو آزمون تو دفترچه ببینید کارشناسی ارشد تقاضاش بیشتره. کارشناسی یعنی کسی میخواد اگه شغلی پیدا کنه کارشناسی با کارشناسی ارشد توی وزارتخونه ها یا تو سیستم دولتی خیلی تفاوتی نداره. یا کارشناس بهداشت محیط، این همه رشته است، یعنی از همه رشته میشه وارد شد، یعنی همه رقیب شما. من حالا زیستش رو هایلایت کردم. یا دستگاه های اجرایی، سازمان پزشکی قانونی، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی، زیست سلولی مولکولی میخواد. یا کارشناس آزمایشگاه محیط زیست، ببینید نوشته کارشناسی ارشد دکتری، یعنی هر سه تا رو میخواد. یعنی فرقی نمیکنه شما بگید من مثلا برم ارشد دکترا بخونم به کار برسم، باید به کار برسید، ببینید حرف تفاوتی نمیکنه تو این دفترچه. کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی و آب و فاضلاب، اینم میکروبیولوژی میخواد، منتها بهداشت محیط و انواع و اقسام رشته‌ها هم رقیب شما هست. حالا اگه بخواید برید خارج از کشور، این چیزی که هست به این سبکه در واقع شما بخواید اپلای کنید. حالا چند بار من تست کردم و حالا خودم تو روندش افتادم، اینه که باید بچه ها فکر کنم ناامید شدن از آینده شغلی. شما ببینید گفته که ما یه نفر میخوایم تو اون، البته ریزم افتاده، ولی مثلا یه نفر میخوام روی هوش مصنوعی کار کرده باشه یا بیولوژی، یا یک فراخوان میدن، یه کار تیمیه، میگن یه بیولوژیست میخوایم این قسمت کار رو انجام بده، دقیقاً حقوق و مزایاش همش مشخصه. شما میتونید اینجوری رو برید رو لبه علم کار انجام بدید. این الان فرصت مناسبی. حالا اگر کسایی که میخوان برن رو لبه علم کار کنن تو بیولوژی، میتونن یک دوره کارشناسی ارشد بگذرونن، بعد وارد تو دوره پی اچ دی برن، یا تو دوره کارشناسی هم میشه این کار رو انجام داد. باش، تشکر از توجه شما. حالا سوالی اگه هست ریزتر من در خدمتم. من الان خودم مسئول فنی یه شرکت تجهیزات پزشکی هستم. خیلی به رشته خودم ارتباط نداره، ولی اینجور فرصتایی هم هست، شما میتونید روی اینا هم فکر کنید. شما یه فردی که الان پزشک شناسی می‌کنه، بچه مهارت‌ها و چه تکنیک‌های یاد بگیرید که بتونید مهارت کار پیدا کنید، حتی میشه که رشته‌ام خیلی فرد حسی‌ای تکنیک هایی که باید بلد باشید تو حین اسلایدم گفتم بهتون. کشت سلول حتما باید بلد باشید، چه باکتری چه سلول انسانی. بعد خدمتتون عرض کنم که PCR رو حتما باید بلد باشید، ریل تایم PCR رو بلد باشید حتما. ریل تایم PCR خیلی بیشتر مطرحه. بعد دیگه تکنیک های بیوانفورماتیک رو اگه بتونید بلد باشید، مثل داکینگ مولکولی. داکینگ مولکولی رو نپرسیدم. داکینگ مولکولی رو میدونید چیه؟ داکینگ مولکولی میاد با استفاده از کامپیوتر دو تا مولکول رو هم در کنار هم قرار میدید، ببینید تمایل اینتراکشن این دو تا با هم چقدره. این رو در طراحی دارو استفاده میکنن، ببینن این مثلا داروی خاص به گیرنده خاصی در بدن متصل میشه. داکینگ مولکولی خیلی تکنیک مهمیه. کسایی که علاقه دارن تو کامپیوتر هم واردن، شبیه سازی مولکولی خیلی مهمه، تکنیک مهمیه. MD بهش میگن مولکولار دینامیک، بلد باشید. بعد دیگه الایزا تکنیک مهمیه. اسپکتروسکوپی ها رو همه رو سعی کنید مسلط باشید، کلاساشو برید، دوره هاشو برید، چه HPLC چه GC چه UV. اینا تکنیک های حالا هستش که به ذهنم میرسه، ولی تکنیک ها خیلی زیاد و متنوع.
برای زیست همه هست. حالا نمیدونم اینا رو دارید یا نه. بعضیش نداریم بعضیش. برای که رشته ارشد وزارت مالیات داشت ببینید رشته کدومشون بازار کار بهتری داره و فرصت شغلی بیشتری هست. بیوتکنولوژی دارویی اگه سعی کنید برید خوبه. بهترین بازار کارو اولش گفتم بیوتکنولوژیستا دارن. اگه بتونید وارد بیوتکنولوژی دارویی بشید، خب مثلا سیناژن یه شرکتیه که کارشناسی ارشد رو میگیره، ولی شما دکترا باشید سیناژن نمیگیره ازتون، دکترا رو نمیگیره، کارشناسی ارشد رو میگیره. مثلا این همه میگن هماتون بازار کار خیلی همش محدوده دیگه، همش محدوده به بیمارستان هاست و همین آزمونای استخدامی که دیدید دیگه. خصوصی نه، خصوصی بهترین حالتش اینه که شما برید سازمان غذا و دارو، اونجا لیست رشته ها رو ببینید تو چه کارخونه هایی میتونید شما فعال بشید. مثلا صنایع غذایی سحر ما داریم تو همدان، کلی صنایع غذایی داریم، خیارشور تولید میکنن، مواد غذایی تولید میکنن، همه اینا شما میتونید مسئول فنی بشید. بعد بیشتر این معمولا حقوقی یا مالی واسه بچه‌ها های پایی مثلا داروسازی با سنگ‌سازی یا نه مثلا کارخونه‌ای که مثلا مواد غذا و لبن. میگم اگه شما مسئول فنی قوی باشید، مدیر عامل به شما وابسته است و هر حقوقی که شما بگید باید بهتون بده. چون یه مسئول فنی حرفه‌ای ببینید از خرید مواد اولیه تا خروج همش زیر نظر مسئول فنی شرکت تو کارخونه و شما میتونید تو هر حقوقی که دلتون خواست پیشنهاد بدید. خواهش می‌کنم. دیگه حالا پیشنهادی که من میکنم اینه که بچه‌هایی که دوست دارن مسئول فنی باشن یه سری حتما به سازمان غذا و دارو بزنن، به سازمان استاندارد بزنن، ببینن که آینده شغلشون اونجا میتونن تو چه صنایع وارد بشن، تو چه اصلا بعضیا میان اصلا میگن من خودم تو غذا و دارو رفتم، طرف اومده گفته من میخوام فلان کارخونه رو راه بندازم، گفته باید یه میکروبیولوژیست مثلا مسئول فنیت باشه. من خودم اونجا بودم، اگه مثلا میتونستم مثلا بهش گفتم من میتونم این کار رو انجام بدم، یعنی همون لحظه گرفتم کارو. اینجوری این میگم به فکر بخش دولتی خیلی نباش. چی؟ زیستم فرق نمیکنه. زیست و میکروبیولوژی یکیه دیگه. زیست و میکروبیولوژی یکیه. زیستا بهتره که برن ادامه تحصیل ارشد بخونن، چون زیست با لیسانس یه مقدار سخت‌تر کار، بهتره که تو ارشد بخونن و بعدش دنبال شرکت‌های داروسازی باشن. ژنتیک پزشکی هم میشه. بله. خود میکروبیولوژی رو بخونید. بله. بستگی به علاقتون داره دیگه. فرق نمیکنه گرایشات شما چیز هم زیست رو برید سلولی بکنید. نه فرق نمیکنه. شما بخواید هر تو ایران اینجوریه که بخواید هر گرایشی برید باید برید کنکورش رو بدید، کنکورش ثبت نام کنید، کتابای تخصصی اون رشته رو بخونید، واردش بشید. اصلا اینکه بیستون چی باشه، از کجا وارد بشید خیلی مهم نیست. بله. وزارت علوم، وزارت بهداشت هم میشه. وزارت علوم مثلا بیوتکنولوژی میکروبی داره، باکتری شناسی میکروبی. بله.
در خدمت. بفهم. عنوان کسی که بیشتر اون ترم خواهی نیست. بله. شما چه پیشنهادی میدید که ما همین الان شروع کنیم مثلا کار پیدا کنیم، مثلا کار تحقیقاتی کنیم؟ شما بهترین توصیه اینه که فقط تکنیک ها رو تو آزمایشگاه خوب یاد بگیرید. اصلا تکنیک هاتون رو برید بیرون از برید تو کارگاه هایی که مثلا تو انستیتو پاستور برگزار میشه. اگه دانشگاه هم براتون برگزار نمیشه برید تو انستیتو پاستور مثلا کارگاه داره. اگه جهاد دانشگاهی برگزار میکنه برید شرکت کنید. تکنیک ها رو بلد بشید. فردا خواستید یه جا برید تو تکنیک از شما میخوان. از شما نمیگن چه رشته‌ای خوندی. اصلا زیست براشون مهم نیست. زیست میکروبیولوژی فرقی نمیکنه. فقط میگن چه تکنیکی بلدی. پی سی آر بلدی؟ کشت سلول بلدی؟ این مهم. تو رسوم مثلا خب شما اگه بلد باشید خب شما گواهی میخوان دیگه. شما اگه بلد هم هستی برو یه دوره بگذرم گواهی بگیر. خواهش می‌کنم. سلام.